سلام بینندگان عزیز، برنامه اخبار آزادی از استودیوی مرکزی در شهر پراگ تقدیم شما می شود. عبدالله اشرف هستم همراهتان. حالا توجه کنید به سرخط موضوعهای برنامه امروز دوشنبه 26 اکتبر. شرافکن خواجه قلوف پاسبان فرودگاه بین المللی دوشنبه امروز در جای کارش خودکشی کرده است. پیوندان میگویند او از 9 ماه پرداخت نشدن معاشش افسرده بود. بینای 9 آشیانه در میانه 4 طبقه ها. ساکنان یک محله در دوشنبه از ساختمان بینای بلند آشیانه در جای بازی کودکان اعتراض دارند و میگویند کسی به دادشان نمیرسد. چرا در این شهر انسان مراجعت او به اعتنایی کرده می شود؟ ما همین درخواست داریم. به نوار در یوتیوب باور کردیم و سرسان شدیم. صدها مهاجر کاری از روسیه با تکیه به اخبار ناصحیح به راه برآمده در مرز با قزاقستان درماندند. کسانی که از نزد مرز آمدند به ما گفتند که مرز گشوده است. برنامه را با یک خبر عاجل از تاجیکستان آغاز میکنیم. یک کارمند فرودگاه شهر دوشنبه نصف روزی 26 اکتبر دست به خودکشی زده است. نزدیکان شرافکن خواجه قلوف کارمند فرودگاه میگویند او در اعتراض به ماهها نگرفتن معاش خود را با تپانچه خدمتی پرانده است. مقامات حادثه را تصدیق کرده گفتند دادستانی به تحقیق آن شروع کرده است. جمشید دولتوف تقای شرافکن روز 26 اکتبر در صحبت با رادیو آزادی در این رابطه چنین گفت: داداش اسمس میکنه که مرا بیا ایرپورت مردم آبارین ولی که حادثه میگه معلوم کنه که اگه نماینده بیا که اینجا چی گپ شده نه که وای پول همین چیز قرض بوده اجاره میشیست اون حادثه کلا که ما میگه که انیخ نمیره بفهمه چی گپ شده اگه نماینده بیا که بگیم برای چی خرج کرده در ایرپورت. جسد شرافکن خواجه قلوف را به بیمارستان یاری تجلیلی شهر دوشنبه آوردند و نزدیکانش گفتند بعد از تشخیص جسد را به آنها میدهند. با سبب پاندمی کرونا ویروس و قطع شدن پروازها قبلا هم کارمندان فرودگاه بین المللی دوشنبه و شرکت و اداره‌های مربوط به نقلیات هوایی از پرداخت نشدن معاششان از 20 مارس این جانب شکایت کرده بودند. بنابر گزارش‌ها در فرودگاه شهر دوشنبه حدود 1500 نفر و در مجموع در ساحه هواپیمایی تاجیکستان نزدیک به 10,000 نفر بیکار و بی‌معاش ماندند. ساکنان محله 82 در شهر دوشنبه از ساختمان بینای بلند آشیانه در نزد منزلشان اعتراض دارند. آنها میگویند شرکت ساختمانی درختزاری نزد منزل آنها را خراب کرده میخواهد خانه سازد و برای بازی کودکان جای نمیماند. اما مسئولان شرکت ساختمانی فرهادی وحدت گفتند نه در جای باغ بلکه در خرابزار میخواهند خانه بسازند. همکارمان شهلا عبدالله و مولا رجب یوسفی به محل تجمع ساکنان رفته عرض آنها را شنیدند و این گزارش را تهیه نمودند که حالا آن را با هم می‌بینیم. این ساکنان چند شب است که اینجا جمع می آیند تا به ساختمان بلند آشیانه در نزد منزلشان اعتراض کنند. آنها از آن شکایت دارند که شرکت ساختمانی بدون رضایت آنها درختزار نزد منزلشان را ویران می‌کند. من 30 سال بود ساکنی همین محله. هر یک تا این درخت برای من از همه دیده عزیزتر بود. وقتی که سر کردم بریدم و من 2 شب کسل شدم. ما کلان سالو خیلی این خیلی تق تق و سق سق بشینیم. آخه مابین 4 آشیانه ها ممکن آشیانه بلند برداشتن. اینجا میدانچی بچه ها بود. حاضر از هیچ کی نپرسیدم من خانه میسازم خانه کلان. نزد همین تریزهای ما. برای چی؟ جای نیست جای دیگر نیست می. ما قریب یک ماه پیش خانه جمع کرده یک عریضه نوشتیم که ممکن نیست. ساکنان ناراضی تا این دم به رئیس جمهور و شهردار دوشنبه مراجعت کرده خواستار قطع ساختمان شدند. پیشنهاد کردیم به جناب عالی و سرور دولت نسخه‌اش بردیم به رئیس کمیته حفظ محیط زیست شرلی زاده اینجا او به دبر ما از اداره‌اش چرا در این شهر انسان مراجعت او به اعتنایی کرده می شود. هفته سوم است که اینجا جمع میشیم و چرا اونا به داد ما نمی رسند؟ در اداره معماری شهردار دوشنبه به رادیو آزادی گفتند شکایت ساکنان در این باره بی اساس است چون شرکت فرهادی وحدت موظف شده است که در برابر ساختن بنا برای ساکنان 2 میدانچه تفریحی و توقفگاه بنیاد کند.
مسئولان شرکت فرهاد وحدت هم دعواهای ساکنان را رد کردند. آنها در صحبت با رادیو آزادی گفتند مکان بنیاد بلند آشیانه نه باغ بلکه خرابه‌زار بود. با گفته مسئولان شرکت ساختمان بنا به اساس نقشه گنرالی صورت میگیرد. جایی که پروژه ما دادن اومدیم اینجا یگان فرض کنیم جای دمگیری یا جای استراحت یا که اسکمینک‌های کودکانه یا جای بازی کودکانه یا جای گلگشت بچه‌ها یگان چیز نبود اینجا. نه درخت‌های 100 ساله شدگی 70 ساله شدگی درخت‌های ایستاده. شما اینا قضاوت کنه که یک تاش یک پیاله و یک کس ریختگی نیست. امروز خودش ما تهمت میکنه که درخت‌های کنده ایستاده درخت‌ها. ساختمان بناهای بلند آشیانه سالهای اخیر در دوشنبه بیشتر شده است. فروش منزل یکی از تجارت‌های سردرآمد در پایتخت تاجیکستان گفته می شود. هرچند بعضی از ساختمان‌ها ناراضگی ساکنان را در پی داشت، برخی از ساکنان میگویند شرکت‌ها هنگام ساختمان بیشتر منفعت‌های خود را به نظر می‌گیرند، اما شرکت‌های ساختمانی میگویند بنیاد همه بلند آشیانه‌ها بعد آموزش لایحه و تنها با اجازه مقامات صورت می‌گیرد. مولا رجب یوسفی شهلای عبدالله، آزادی دوشنبه. در واقع در گذشته همچنین شکایت‌ها زیاد بودند که مردم میگفتند در نزد خانه‌های آنها بناهای بلند آشیانه می‌سازند و جای برای کودکان نمیماند، هرچند به قبل آنها کناره‌های دوشنبه وسیع است و میتوان در آن جایها خانه ساخت. خب بیننده ارجمند، یادآور میشیم که تا حال درباره فاجعه یک کارمند فرودگاه دوشنبه خبر دادیم و هم بحث درباره خانه‌سازی در پایتخت. گزارش‌های جالب دیگر هم داریم که بعد از یک آگاهی آن را با هم می‌بینیم. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز 25 اکتبر دیگر باره امانوئل ماکرون رئیس جمهوری فرانسه را تنقید کرد و این دفعه گفت که او راهش را گم کرده است. سبب این کار اردوغان تنقید ماکرون از اسلامگرایان بود که یکی از آنها هفته گذشته سر یک آموزگار فرانسوی را برای نشان دادن کاریکاتورهای محمد پیغمبر اسلام برید. رجب طیب اردوغان روز یکشنبه گفت که ماکرون با مسلمانان مشکل دارد. او در شهر مالاتیای ترکیه در حضور طرفدارانش در این رابطه چنین گفت: Şu son zamanlarda Fransa'nın رهبر فرانسه در این آخرها راهش را گم کرده است. تمام روز دایر به اردوغان میگوید اول یک بار خودت را ببین که کجا می روی. من دیروز در قیصری گفتم او را باید واقعا معاینه کنند. kontrolden geçmesi lazım. بعد این گفته رئیس جمهوری ترکیه فرانسه سفیرش را از شهر انکره باز خواند. قتل آموزگار فرانسوی این کشور را که به ارزش‌های دنیوی تکیه می‌کند تکان داد. ترکیه و فرانسه که هر دو عضو ناتو هستند در مسائل بین‌المللی از جمله جنگ سوریه و لیبیا و مناقشه در قره‌باغ کوهی اختلاف نظر دارند. صدها مهاجر کاری در ولایت استراخان مرز روسیه و قزاقستان درماندند. مسافران چند شبانه روز قسم در داخل ماشین و قسم در بیرون میخوابند و از خوراک‌های خیریه استفاده میکنند. اکثریت آنها پس از تماشای نوار در شبکه اجتماعی یوتیوب که گفته میشد مرز گشوده شده است به اینجا آمده و اکنون درماندند. گزارش تلویزیونی نسته شوریم را از استراخان همکارم طاهری سفر تقدیم میکند. ایلهام جان مثل صدها مهاجر کاری دیگر 10 روز پیش به سرحد آمد و اینجا درماند. او با ازبکستانی های دیگر لباسایش را جمع کرد و با ماشین راهسوی خانه گرفت، اما او را پیش آمدی ناخوب منتظر بود. اینجا مرز بسته است. مهلت اعتباری حجت هایش هم تمام شده است، میگوید ایلهام جان. هوا روز به روز سرد می شود. زمستان در پیش است. پولمان تمام شد. در ولایت استراخان آدمان خوبی هستند. کسی نان می آورد، کسی دیگر تخم می دهد. اینجا کولی هست که ماهی می داریم. بریان می کنیم. اینجا زنها هم هستند. مغفرت باری سوم است به نزد مرز می آید، اما هر بار کارش آمد نمی کند چون سرحد بسته است. او به ازبکستان بوز می برد و پرورش می کند. در خانه 3 نبیره نیمه یتیم و بی پدر او را انتظارند. هر روز به من زنگ میزنند. نبیره‌ام میپرسد که بیبی جان چی کار میکنید؟
мегӯяд бузҳоро партов бо ҳавопаймо биё. ман гуфтам бачаҷон 2-3 рӯзи дигар то якшанбе интизор бош. агар нашавад баъд намедонам бо бузҳо чӣ кор кунам. одамон дар мошин ва берун хоб мекунанд, дар ин кӯл шустушӯ мекунанд. бисёриҳо бо кӯдакони хурдсол инҷо омаданд. баъзе кӯдакон ва модаронашонро сокинони деҳоти атроф дар хонаҳои худ ҷо доданд. касоне ки аз назди марз омаданд ба мо гуфтанд ки марзкушода аст. ба ҳама наворҳоеро фиристоданд ки дар он ман бо чашмони худам дидам ки 15 мошинро аз вилояти Астрахан иҷоза доданд ки гузарад. ҳамаи ин мардум баъди тамошои наворе дар YouTube ки дар он гуфта мешуд роҳи заминӣ дар марз кушода аст ба инҷо омаданд. аммо ин хабар чандон дуруст набуд, чун марз бо Қазоқистон танҳо барои як гурӯҳи хос боз аст. онҳое ки аз қаламрави Қазоқистон гузашта ба дигар кишвар рафтанӣ ҳастанд, иҷозаи убури марзро надоранд. дар ин бора дар вебсайти сафорати Қазоқистон ҳам гуфта шудааст. кадом шаҳрвандони хориҷӣ метавонад ба Қазоқистон ворид шавад? танҳо бо шиносномаи хориҷӣ аз ҷумла ноболиғон. آنهایی که حق اقامت قزاقستان و یا در کشور خویشاوند نزدیک دارند، آدمانی که برای دفن نزدیکان خود سفر میکنند. حالا مهاجران با کمک حکومت ازبکستان امید دارند میخواهند در مرز برای آنها دالان باز کنند، اما نه سفارت و نه از حکومت واکنش نیست. ضمناً مهاجران کره تاجیک نیز در چند ماه گذشته با عین چنین مشکل دچار آمده بودند و در نزدیکی گذرگاه‌های مرزی ماه‌ها منتظر عبور نشستند. آنها نیز پس از نوارهای دروغین کشاده بودن مرز چنین سرسان شدند. سفارت تاجیکستان در روسیه قبلا گفته بود که این نوارها را تکثیرانها پهن می‌کنند چون منفعت دارند مشتری یابند، ولی مهاجران در نتیجه سرسان میشند. بینندگان عزیز، از این رو قبل از سفر اخبار سنجیده شده را خوانید تا سرسان نشوید. خبرهای درست و باوربخش را از سامانه رادیو آزادی www.azadi.org بخوانید و یا در صفحه آزادی ویدیو در شبکه اجتماعی یوتیوب ببینید. مستانه ارگاشوا یکی از آوازخوان‌های معروف تاجیکستان که بیشتر با شش مقام خوانیش محبوب گشته است، امروز 68 ساله شد. او در زمان شوروی یکی از شش مقام خوان‌های بود که نه تنها در قلمرو تاجیکستان بلکه بیرون از آن از جمله در ازبکستان همسایه شهرت داشت. اسکندر فیروز و برات یوسفی خبرنگاران رادیو آزادی در روز زادروز به سراغ مستانه ارگاشوا رفتند که حالا در دانشگاه هنرهای زیبا درس میگوید. دانشگاه صنعت 5 سال خواندم. سال 69 یعنی 1969 داخل شدم. سال 1974 آن رو خط نمودم. در بین کمی خیلی توقف بود که من با شوهر برآمدم، فرزند داشتم. بعد از اون سال 1978 با انسامبل شش مقام کمیته رادیو و تلویزیون تاجیکستان به کار دعوت شدم و آنجا 25 سال من فعالیت کردم. دو نیم سال 3 سال در انسامبل شش مقام، یعنی سالهای 1985 86 87 من راهبری بدیعی انسامبل شش مقام بدم. در سبک شش مقام خیلی شهرت دارید و چند برنامه‌های هنری بود، شام دوستی و بعد از دوباره برقرار شدن رابطه‌های دوستانه با ازبکستان. شما رو به این برنامه‌ها دعوت کردن؟ آیا به تاشکند سفر داشتید یا نه؟ متاسفانه ما رو به یگان جشنواره مثلا روزهای فرهنگ ازبکستان در تاجیکستان شد یا که مثلا روزهای فرهنگ تاجیکستان در ازبکستان شد، اقلا به حیث مهمان تماشابین حتی دعوت نکرد هیچ کس. نمیدونم برای چی. شاید من پیر شده باشم برای همین. بیننده گرامی، صحبت مفصل با مستانه ارگاشوا را میتوانید در کانال آزادی ویدیو و هم وبسایت رادیو آزادی تماشا کنید. سویتلانا تیخانوفسکا، نامزد مخالفان حکومت بلاروس، در انتخابات پرزیدنتی اخیر در پی سرکوب دوباره اعتراضگران اعلان کرد که از روز دوشنبه کارپارتایی سرتاسری را آغاز میکنند. تیخانوفسکا روز 25 اکتبر با نشر یک بیانیه از مردم بلاروس خواسته بود که با ماندن در خانه های خود در روز 26 اکتبر کارشکنی اشتراک کنند. بیننده ارجمند، وقتی برنامه ما اینجا به انجام میرسد. تشکر از شما که تا این لحظه ها با ما بودید. اخبار و گزارش دیگر را در وبسایت ما بخوانید. خداحافظ.